معرفی 5 تا بازی‌های PS2 که واقعا حقشون بود ریمیک بشن و روی نسل 9 حداقل بیان. بازی شماره اول بولی، بازی خاطر انگیزی که هممون به عنوان GTA در مدرسه میشناختیم و تو داخل این بازی مثل GTA داخل مدرسه میگشتیم و هزار تا کار میتونستیم بکنیم. اما راکستار اصلا دنبال این بازی نیستش و حتی نکرده نسخه دوم یا ریمیک این بازی رو بده. حداقل می‌دونستیم که از شادوز بیشتر می‌کنه. بازی شماره 2 بازی بلکه. یه بازی شوتر اول شخص بودش که زمان خودش از بتلفیلد و کال آف دیوتی خیلی جلوتر بود. اصلا میگفتن بازی نسل آینده است. اما سازنده‌های بازی دیگه دنبالش رفتن این بازی ناموفق ساختن و یه هم دیگه اصلا دنبالش نیومد. بازی شماره 3 بازی نیت فور اسپید آندرگراند 2. این اولین بازی هستش که توی سری مجموعه بازی رو اومده جهان باز کرده و شما میتونید ماشیناتون رو سر تا پا تیونینگ بکنید. از استایل خیابون بازی هم که نگم براتون. بازی شماره 4 جک 2 یا جک اند دکستر. قبل از اینکه ناتی داگ بره سراغ بازی‌های مثل آنچارتد و یا لاست اف آس رو بسازه، یه همچین شاهکاری رو میساخت. این بازی ترکیبی از شوتر و رانندگی‌های داخل شهر بود و همچنین با داستان بازی هم خیلی دارک بودش و مناسب بچه‌ها نبودش. اما از سال 2012 این بازی به فراموشی سپرده شد و ناتی داگ دیگه نساختش. بازی شماره 5 بازی پرنس آف پرشیا د تو ترانز یا دو تاجه. بهترین بازی تو سری بازی پرنس آف پرشیا بود این بازی و ترکیبی از معماهای جذاب و مبارزات شمشیری بودش. در این بین حالا نمیدونم چرا یوبیسافت رفته سراغ بازی دیگه خودش از این سری به نام سنز آف تایم تا ریمیکش بکنه تا زمانی که این شاهکار است. به نظر شما چه بازی دیگه حقش داره که ریمیک بشه؟